بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب کولاک کرده. یه مصاحبه داشته با تهران تایمز. می‌خوایم بریم با همدیگه مرور کنیم ببینیم ایشون در اولین مصاحبه طولانیش چی گفته. میگه در بحبوح جنگ و آشفتگی تو منطقه ما نظام سیاسی ایران با برگزاری انتخاباتی رقابتی مسالمت‌آمیز و منظم و رفع کنایه‌های برخی کارشناسان ایران در برخی دولت‌ها ثبات قابل توجهی از خود نشون داد. این ثبات و شیوه آبرومندانه‌ای که در اون انتخابات برگزار شد بر بصیرت رهبر ما حضرت آیت الله خامنه‌ای و فداکاری مردم ما برای انتقال دموکراتیک قدرت حتی در مواجهه با ناملایمات تأکید میکنه. ایشون در ادامه میگه من در یک پلتفرم اصلاحات، تقویت وحدت ملی و تعامل سازنده با جهان نامزد انتخابات شدم و در نهایت اعتماد هموطنانم رو در پای صندوق‌های رای جلب کردم، از جمله زنها و مردای جوانی که از وضعیت کلی ناراضی بودن. من عمیقاً برای اعتماد اونها ارزش قائلم. کاملا متعهد به ایجاد اجماع هستم، چه در داخل چه در سطح بین المللی، و برای پایبندی به وعده هایی که در طول مبارزات انتخاباتی خودم دادم مصرم. مایلم تأکید کنم که دولت من تحت هر شرایطی با تعهد به حفظ عزت ملی و جایگاه بین المللی ایران هدایت خواهد شد. سیاست خارجی ایران مبتنی بر اصول عزت، خرد و تدبیر که تدوین و اجرای این سیاست دولتی بر عهده رئیس جمهور و دولته. من قصد دارم از تمام اختیارات اعطا شده به دفترم برای پیگیری این هدف فراگیر استفاده کنم. با در نظر گرفتن این موضوع دولت من با ایجاد تعادل در روابط با همه کشورها مطابق با منافع ملی، توسعه اقتصادی و الزامات صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی سیاست فرصت محور رو دنبال خواهد کرد. بر این اساس ما از تلاش‌های صادقانه برای کاهش تنش استقبال خواهیم کرد و حسن نیت رو با حسن نیت متقابل پاسخ میدیم. تحت مدیریت من ما تقویت روابط با همسایگان خود رو در اولویت قرار خواهیم داد. ما از ایجاد یک منطقه قوی حمایت خواهیم کرد، نه منطقه‌ای که در اون یک کشور به دنبال هژمونی و تسلط بر سایرین باشه. من قویاً معتقدم که کشورهای همسایه و برادر نباید منابع ارزشمند خودشون رو در رقابت‌های فرسایشی، مسابقات تسلیحاتی یا مهار بی‌دلیل همدیگه هدر بدن. در عوض هدف ما ایجاد محیطیه که منابع خودمون رو به اون اختصاص بدیم. ما مشتاق همکاری با ترکیه، عربستان، عمان، عراق، بحرین، قطر، کویت، امارات و سازمان‌های منطقه‌ای برای تعمیق روابط اقتصادی، تقویت روابط تجاری، ترویج سرمایه‌گذاری مشترک، مقابله با چالش‌های مشترک و حرکت به سمت ایجاد یک چارچوب منطقه‌ای برای گفتگو، اعتمادسازی و توسعه هستیم. منطقه ما برای مدت طولانی گرفتار جنگ، درگیری‌های فرقه‌ای، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و کمبود آب بوده. به عنوان ملت‌هایی که دارای منافع فراوون و سنت‌های مشترکی هستند که ریشه در آموزه‌های صلح‌آمیز اسلامی داره، ما باید متحد بشیم و به جای قدرت بر نیروی منطق تکیه کنیم. با استفاده از نفوذ هنجاری خودمون میتونیم با ترویج صلح، ایجاد محیطی آرام و مساعد برای توسعه پایدار، تقویت گفتگو و رفع اسلام هراسی نقشی حیاتی در نظم نوین جهانی بعد از دو قطبی که ایجاد شده ایفا کنیم. ایران آماده است تا سهم خودش رو در این زمینه ایفا کنه. تو سال 1979 بعد از انقلاب جمهوری اسلامی تازه تأسیس ایران به انگیزه احترام به قوانین بین المللی و حقوق اساسی بشر روابط خودمون رو با دو رژیم آپارتاید اسرائیل و آفریقای جنوبی قطع کردیم. اسرائیل تا به امروز یه رژیم آپارتاید باقی مونده و الان هم داره نسل کشی میکنه. قبلا اشغال میکرد، جنایات جنگی مرتکب میشد، پاکسازی قومی، شهرک‌سازی، در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای، الحاق غیرقانونی و تجاوز به همسایگانش جزئی از پرونده خدشه‌دار اسرائیل. به عنوان اولین اقدام دولت من کشورهای عربی همسایه رو ترغیب خواهد کرد تا با همکاری و استفاده از همه اهرم‌های سیاسی و دیپلماتیک دستیابی به آتشبس دائمی در غزه رو با هدف توقف کشتار و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در اولویت قرار بدن. بعد ما باید با جدیت تلاش کنیم تا به اشغال طولانی مدتی که زندگی 4 نسل از فلسطینی‌ها رو ویران کرده پایان بدیم. در این زمینه من میخوام تأکید کنم که همه دولت‌ها تحت نسل کشی 1948 وظیفه الزام آور دارند. امروز به نظر میرسه بسیاری از جوانهای کشورهای غربی به اعتبار مواضع چندین دهه ما در قبال رژیم اسرائیل پی بردن. مایلم از این فرصت استفاده کنم و به این نسل شجاع بگم که ما اتهامات یهودی ستیزی علیه ایران
به دلیل مواضع اصولی این کشور در قبال مسئله فلسطین رو نه تنها آشکارا نادرست، بلکه توهین به فرهنگ، اعتقادات و ارزش‌های اصلی خودمون میدونیم. مطمئن باشید که این اتهامات به اندازه ادعاهای ناعادلانه یهودی ستیزی پوچه. چین و روسیه به طور مداوم در زمانهای چالش برانگیز در کنار ما ایستادن. ما عمیقاً برای این دوستی ارزش قائلیم. نقشه راه 25 ساله ما با چین نشون دهنده نقطه عطف قابل توجهی در جهت ایجاد یک مشارکت استراتژیک جامع، سودمند و متقابله و ما مشتاقانه منتظریم تا با پیشروی به سمت نظم جهانی جدید همکاری گسترده‌تری با پکن داشته باشیم. تو سال 2023 چین نقش اساسی در تسهیل عادی‌سازی روابط ما با عربستان سعودی ایفا کرد و نقش خودش رو به نمایش گذاشت. روسیه هم یه متحد استراتژیک و همسایه ارزشمند ایرانه و دولت من متحد به گسترش و تقویت همکاری هامون خواهد بود. ما برای صلح برای مردم روسیه و اوکراین تلاش میکنیم و دولت من آماده حمایت فعالانه از ابتکارات با هدف دستیابی به این هدف خواهد بود. من به اولویت همکاری دو جانبه و چند جانبه با روسیه به ویژه در چارچوب‌هایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه خواهم داد. با درک این موضوع که چشمانداز جهانی فراتر از پویایی‌های سنتی تکامل یافته است، دولت من متحد به تقویت روابط دو جانبه سودمند با بازیگران بین‌المللی در حال ظهور در جنوب جهانی، به ویژه با کشورهای آفریقاییه. ما تلاش می‌کنیم تا مشترکات خودمون رو تقویت کنیم و مشارکت‌های خودمون رو به نفع متقابل همه مشارکت کنندگان تقویت کنیم. روابط ایران با آمریکای لاتین به خوبی برقراره و برای تقویت توسعه، گفتگو و همکاری در همه زمینها از نزدیک حفظ و تعمیق خواهد شد. پتانسیل همکاری بین ایران و کشورهای آمریکای لاتین بسیار بیشتر از اون چیزی که در حال حاضر محقق شده و این امکان وجود داره که تقویت روابط رو داشته باشیم. روابط ایران با اروپا فراز و نشیب‌های خودش رو داشته. پس از خروج ایالات متحده از برجام در ماه می 2018 کشورهای اروپایی 11 تعهد به ایران برای تلاش برای نجات این توافق و کاهش تأثیر تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه ایالات متحده بر اقتصاد ما دادند. این تعهدات شامل تضمین تراکنش‌های بانکی مؤثر، حفاظت مؤثر از شرکت‌ها در برابر تحریم‌های ایالات متحده و ارتقای سرمایه‌گذاری و شامل موارد دیگه هم هست. با وجود این اشتباهات من مشتاقانه منتظر گفتگوی سازنده با کشورهای اروپایی هستم تا روابط خودمون رو در مسیر درست و بر اساس اصول احترام متقابل و موقعیت برابر قرار بدیم. کشورهای اروپایی باید بدونن که ایرانیان مردمی مغرور هستن که دیگه نمیتونن حقوق و کرامت اونها رو نادیده بگیرن. زمانی که قدرت‌های اروپایی با این واقعیت کنار بیان و برتری اخلاقی خودپسندانه رو کنار بگذارن، ایران و اروپا میتونن زمینه‌های همکاری متعددی رو بررسی کنن. ایالات متحده هم باید این واقعیت رو به رسمیت بشناسه و یک بار برای همیشه درک کنه که ایران به فشارها پاسخ نمیده و نخواهد داد. ما تو سال 2015 با حسن نیت وارد برجام شدیم و به طور کامل به تعهدات خودمون عمل کردیم، اما ایالات متحده به طور غیرقانونی با انگیزه نزاع و انتقامجویی صرفاً داخلی از این توافق خارج شد و صدها میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ما وارد کرد و باعث رنج و مرگ و ویرانی بیشماری بر مردم ایران شد، به ویژه در ایام کرونا، اونم از طریق اعمال تحریم‌های یک جانبه فراسرزمینی. آمریکا عمدن نه تنها با جنگ اقتصادی علیه ایران بلکه با ترور سردار قاسم سلیمانی، قهرمان جهانی مبارزه با تروریسم که به خاطر موفقیتش در نجات مردم منطقه از بلای داعش شناخته میشد، دشمنی‌ها را تشدید کرد و جهان امروز شاهد عواقب زیانبار دیگر گروه‌های تروریستی وحشیه. آمریکا و متحدان غربی اون نه تنها یک فرصت تاریخی رو برای کاهش و مدیریت تنش‌ها در منطقه و جهان از دست دادن، بلکه با نشون دادن هزینه‌های پایبندی به اصول عدم اشاعه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT رو به شدت تضعیف کردند. رژیم عدم اشاعه برای ایجاد بحران در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آشکارا در تضاد با ارزیابی اطلاعاتی خودشون و استفاده از اون برای حفظ فشار مداوم بر مردم ما، در حالی که اونها فعالانه به سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل، یک رژیم آپارتاید، کمک کردند و به حمایت از اون ادامه میدن. یک متجاوز اجباری و یک عضو غیر NPT و دارنده شناخته شده زرادخانه هسته‌ای غیر قانونی.
من میخواهم تأکید کنم که دکترین دفاعی ایران شامل تسلیحات هسته‌ای نمیشود و از ایالات متحده میخواهم که از محاسبات اشتباه گذشته درس گرفته و سیاست خود را بر این اساس تنظیم کند. تصمیم گیرندگان در واشنگتن باید بدانند که سیاستی که شامل قرار دادن کشورهای منطقه در مقابل یکدیگر است موفق نبوده و در آینده نیز موفق نخواهد بود. آنها باید با این واقعیت کنار بیایند و از تشدید تنش‌های فعلی اجتناب کنند. مردم ایران به من مأموریتی قوی برای پیگیری جدی تعامل سازنده در صحنه بین‌المللی و در این حال پافشاری بر حقوق، کرامت و نقش شایسته خود در منطقه و جهان به من سپردند. من از کسانی که مایل به پیوستن به ما در این تلاش تاریخی هستند دعوت میکنم. خب آقا شما اینا رو میخونی کیف میکنی، مثلا روزنامه جامعه جا میبینی ایستاده در میدان، پیام هایی که پزشکیان به سید حسن نصرالله میده، به روسیه میده، به کشورهای منطقه میده. خب این اصلا کیف میکنیم، میگه آقا دمش گرم، عجب رئیس جمهوری ما دادم، کیف میکنه. اما یهو مثلا این تیتر رو میبینی، ظریف با حکم پزشکیان رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت 14ام شد. انگار یه تانکر آب جوش میزنن رو کلت تا فی خالدونت میسوزه که بابا ظریفی که تقابل دیپلماسی و میدان رو داشت رقم میزد، این میشه رئیس شورای راهبری دوره انتقال. آیا پزشکیان یا حامیان و کسایی که بهش رأی دادن رو تو مناظرات سر کار گذاشته بود یا الان ما رو سر کار گذاشته؟ ما امیدواریم که اولی باشه، یعنی کسایی که به ایشون رأی داده بودن رو سر کار گذاشته باشه، چون این مواضع اگر در عمل اتفاق بیفته واقعا آدم کیف میکنه. اما ما یادمون نمیره که کمپین انتخاباتی ایشون در نفی مقاومت بود، اصلا مقاومت هراسی بود، به نوعی جلیلی هراسی، گفتگوی بی قید و شرط با غرب. اعضای ستادش هم ببینید فلاحت پیشه تو شهرستانا علیه فلسطین حرف زدن، گفتن ما پول نداریم برای فلسطین و سوریه بدیم. شعار نه غزه نه لبنان تکرار میشه، آدم میمونه. اصلا الان چین و روسیه خوب شدن آقای پزشکیان. اون زمان که میگفتی نفتو دارن ارزون میدن، چقدر تخفیف میدن، چین جنس بنجل میده، اون موقع چین اخ بود، بد بود. الان که رأی آوردی خوب شد. البته این مواضعی که الان شما گرفتی مواضع ما انقلابیاست، منتها شما چرا تو مناظرات یه آدرس دیگه میدادی؟ حالا اینو دیگه به هواداران خودت باید پاسخ بدی. اگر همین حرفایی که زدی عمل کنی، بچه انقلابی ازت حمایت میکنن. اما اگر نه برعکس این بری، خب ما منتقد شماییم، بسیار جدی هم منتقد شماییم. ما به شهید رئیسی رأی دادیم، تبلیغش هم کردیم، ایشون رأی هم آورد، رئیس جمهور هم شد، تا روز آخرم نقدش کردیم. دولت آقای رئیسی رو نقد کردیم، دولت شما رو هم نقد میکنیم. میدونم هم الان یه عده اونایی که به شما رأی دادن چون عذاب وجدانشون خیلی زود شروع شده میان می‌نویسن آی وطن دوست وحدت و فلان رو کمک کنیم دولت پیروز شه. لعنت بر جد و آبائه هر کسی، از جانب خودم میگم راضی نباشه به موفقیت دولت پزشکیان. اما چیزی که من دارم میبینم، من وظیفه شرعیمه که از الان هشدار بدم. فردا نگید آقا پس لال بودی، تو رسانه داشتی چرا حرف نزدی. اتفاقا به نفع شما دارم حرف میزنم. از زمانی که آقای پزشکیان اومده من در معاملات اقتصادی خودم سود کردم. بهتون قبل از نتیجه انتخاباتم گفته بودم هر کس بجز جلیلی تو اون 6 نفر هر کدومشون بیاد، من در معاملات و معادلات اقتصادی خودم موفق تر خواهم بود. اینو بهتون گفته بودم، تو برنامه‌ام هست، ثبت و ضبطم شده. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، از زمانی که آقای پزشکیان اومده معادلات اقتصادی من عوض شده، سود بیشتری دارم میکنم. حالا شما جوش بزن، بگو آقا شما مخالفی فلانی. من منافع ملی رو میدیدم، من اون خانواده فقیر رو میدیدم که گفتم به پزشکیان رأی نده. حالا کابینه‌ای که داده رو بیاید ببینید، برنامه که 2 روز پیش درباره قیمت دلار ساختیم برید ببینید. مگه ما خوشمون بیاد سر درد بدیم خودمون بیایم با مردم اینجا کلکل کنیم؟ ما دلمون برای کشور میسوزه. اون زمان گفتیم رأی ندید، رأی دادید، حالا پاش وایسید دیگه. طرف اومده میگه آقای وطن بذار شروع کنه. بابا شروع کنه چیه؟ این چینش کابینه، افرادی که در ستادشون بودن الان دارن برنامه میدن، اینا خب خیلی خطرناکه. ما اینا رو قبلا تجربه کردیم. مومن که از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. حالا ما داریم جلو اخطارها رو میدیم، میگیم آقا اگر اینطور باشه خوبه، دمت گرم، خدا پدرتم بیامرزه، کمکم میشه از جانب بچه انقلابی‌ها. اما اگر بخوای پاتو کج بذاری از این مواضعی که الان داری اعلام میکنی، ما اولین منتقدیم. حالا شما به عنوان مخاطب بی‌طرف نگاه کن، مناظراتو بیار تو ذهنت که آقا همه چیز رو گره زدن به مذاکره با غرب و برجام و FATF، الان این حرفا رو میزنن. از اون طرف چین اخه بود، آقا نفتو دارید با تخفیف خیلی زیاد میدید و نمیدونم اونا جنس بنجل به شما میدن. خب این مواضع چی الان؟ یا اونا دروغ بود یا اینا دیگه، یکی از این دوتا، چون اینا متضاد همن، هر دوشون نمیتونه حقیقت باشه. اگر حامیان خودت، طرفداران خودت و کسایی که ازشون رأی جمع کردی رو سرشون کلا گذاشتی که هیچ. اما اگر میخوای سر ما کلا بذاری، ما منتقدیم.
انتقاد خواهیم کرد. از روزی که دولت شما هم شروع به کار بکنه رصد میکنیم. اگر همین چیزایی که تو تهران تایمز گفتی رو عملیاتی کنی، بچهای انقلابی مطمئن باش مضاعف حمایت میکنن، در صورتی که عملیاتی بشه. وگرنه با 2 تا شعار و اینها ماها فریب نمیخوریم، چون شما در مناظرات انتخاباتی هم شعارهای پوپولیستی زیاد دادی. امیدواریم که اینا حداقل پوپولیستی نباشه. یا علی التماس دعا، خدا نگهدارتون.